بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزانی من، با یک سوال دادیم کارهای حرام در دین اسلام کدام هایند؟ من در کتاب این ایمان مفصلی گفته، یعنی مفصل پر کامل ایمان کتاب است. در همین کتاب یعنی نهیای الله سبحانه و تعالی، یعنی خدا نهی گفتگی من کرگی کاراش، یعنی حراماش 70 دانه بوده است. عزیزانی من بعضیش بیان میکنم، بعضیش قسما در دیگر انشاءالله صحبت هم انشاءالله هم میدیم. یک کمی که یعنی خدای تعالی برای ما شما من کرده بوده است، الله سبحانه و تعالی شرک آوردن، یعنی به خدای شریک کردن. معنی شریک چی است؟ یعنی خدای تعالی را فرزند داره گفتند، یا که خدای تعالی یعنی بچه داره، پدر داره، مادر داره. خدا نیست. یا که خدا را این خیلی که من امروز یهودا میگن که عزیر بچه خدا است. نصاراها حضرت عیسی علیه السلام مقامش میگن یعنی عیسی بچه خدا است. همه همین یعنی شرک است. حتی که عرب ها را ببینین فرشته ها را دخترای خدا میگفتن. ببین برای فرشته ها را خدا خواهد دخترای خدا. همه همین، یا که بجوز خدا از دیگر چیز یاردم طلبیدن. چون که ما شما میگیم که استعیذ بالله ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما فقط خدا را عبادت میکنیم و فقط از تی یاردم طلب میکنیم که ما از دیگر مخلوق پرسیم. یا اینکه انشاءالله فرزند یعنی از مزارها پرسیدنی انشاءالله فرزند، یا که انشاءالله از بخشی ها پرسیدنی انشاءالله فرزند، یا که آمدی کار و دیگر چیزا. نه همش عزیزانی من این شرک اکبر است. حتی میدونین موره چشمی بستنم بینین، یا که قلفور کشوال کردنم در بعضی ها جا میبینیم قلفورها اویزان است، یا که این چشم میگه، یا که خارها را کشوال کردن، نزد دروازه ها نعل یعنی خر تقاش زدن. این چی است؟ این شرک است عزیزانی من و هیچ جان بخت نمی آرد. خاری هیچ چیز نمی گردد. خار به چیز یک آزاردهنده است. همه چیز بینین با شما تا چه اندازه رسیدیم که از الله دور شدیم، از الله صحبت عالم ها دور شدیم. امروز تکیه به مخلوق، تخلیه به مخلوقات خدا کرده. امروز چیکار میکنیم؟ شرکا را با وجود آوردیم عزیزانی من. یکی دیگری شرک یعنی اصغر میگن شرک میدش ریا است، یعنی ریا خود نشانتی کردن. این هم شرک است عزیزانی من. باید که ما و شما انشاءالله چی خیر میکنیم، چی احسان میکنیم، چی نماز میخونیم، چی عبادت میکنیم، همش باید که برای الله باشد انشاءالله. یکی برای انشاءالله خدا خواهد ما و شما یعنی مردم کنیم، مردمان تعریف کنن، مردمان انی خلقوان، یا که آدمی خوب شده است، یا که خیر انشاءالله پنهان کردن در کار بود نزد مردم ها. این چیزا همش این ریا است. حتی که نماز بینید یک ریاش بینید. سوره ماعون است. ارایت الذی یکذب بالدین. استعیذ بالله در این یعنی آیتی زیر میگه هم یراعون و یمنعون الماعون، یعنی ویل با دوزخ باد برای کسانی که ریا میکنن. حتی ریا یک شرکش بینید. من نمازی که انشاءالله ما و شما در خانه میخونیم و در بین جمعیت میخونیم نماز، همین نماز ببینن اگر ما در خانه خلوت تیز بخونیم شو در بین جمعیت با یک قامت زیبا، با یک رکوع سجود زیبا خونیم، همین هم ریامش دست عزیزانی من. حسین واعظی کاشفی در تفسیر حسینی میگن که کلیدی در دوزخ است آن نماز که در بین مردم بگذاری دراز. عزیزانی من بینید و کلیدی در دوزخ برای کلیدی جنت شدنش در کل. الصلاة مفتاح الجنه، نماز کلیدی جنت است در اصل. لیکن بینید که اگر امروز ما و شما در خانه دیگر خونیم، در بین جمعیت دیگر خونیم، حتی شرک گفتیم عزیزانی من. بینید شرک. خدا نگه دارد انشاءالله. یکی دیگرش دویم گناه کبیره آدم کشتن است عزیزانی من. القاتل و المقتول فی النار، کشندم کشته شدم در دوزخ است عزیزانی من. ما برای آدم کشیدن اومدیم در این دنیا. در این دنیا برای طاعت، عبادت، با انسان ها دوستی، برادری، مهر و عاقبت کردن الله سبحانه و تعالی ما و شما در این دنیا انشاءالله خدا فعال. یکی دیگریش سحر و جاده است عزیزانی من. سحر و جاده علم و عمل عزیزانی من.
یا اینکه بین ما و شما انشاءالله خدا خواهد، اینا همه چی هستن، اینا شرک هستن. ولی بسیار اکثری امروز آدم ها شکایت میکنن، پیش ما میارن در خانه هاشو بم پرتافت سادیان، در خانه هاشو خاکار در اختصاد دادیان. عزیزانی من که در درش هر نمود بندهای بیزیب و بزیب، از الله نمیترسین انشاءالله. این سحر و جادو را خدا حرام کرد، این گناهی کبیره است عزیزانی من. سحر میکنی، جادو میکنی، کیره میکنی، برادر، این اذیت بخیلی، اذیت حسد با وجود اومدن. امروز ما و شما ایش مشرکات، این مشرک میشه اگر همین سحر و جادو اعتقاد کرده بگردی. باید که با مطاعت عبادت، باید که ما و شما مومن ها کاری کنیم که از دست میاد کس انشاءالله چیکار کند، انشاءالله خدا خواهد چیکار کند، یعنی راحت کند، یه چیز بیاید. نصیحت گو باشیم، یاردم کننده مومن باشیم. خدا نمیگه استعذ و تعاونوا بالله، یعنی شما یادگارتون چیکار کارهای خوب یاردم کنین، نه بخیل باشیم ما شما، نه حسد گو باشیم که یادگار دیده نتونیم. از این همش از ندیدن این چیزا خدا خواهد با وجود میاد. یکی دار انشاءالله، یعنی خدای تعالی فرض کرده این نمازها را یعنی چیکار نکردن، نخوندن. سیوم انشاءالله خدا منهیاتش، خدا در بالای ما شما 5 وقت نماز فرض کرد. همین 5 وقت نماز نخونده ما و شما، یعنی تأخیر کرده و قضا کرده و نخوندن، این عزیزان من گناهی کبیر است. الله سبحانه و تعالی برای عبادت ما و شما را آفرید. عزیزانی من باید که 5 وقت نماز بخونیم انشاءالله خدا خواهد، جمعه مبارک خونیم، نمازهای عید بخونیم انشاءالله. فرضهای الله سبحانه و تعالی که 40 فرض دارد، یعنی 40 فرض باید که ما و شما یکایک بوجیم. اولش ایمان به خدا، دوم 5 وقت نماز است عزیزانی من. بعد روزه ماه شریف رمضان، از زکات، از حج است. البته این چیز رو باید که انشاءالله بجا بیاریم عزیزانی من 3 تاش بیان کردم، ولی 70 دونه از هر یک چی انشاءالله علایده البته بس همیشه ما عزیزان میرسانیم. برای من از الله بترسین، از الله ترسیده طاعت عبادت، از الله ترسیده مشرک نشین، از الله ترسیده انشاءالله باید که مشرک نشیم، از الله ترسیده باید که ما و شما سحر و جادو نکنیم، آدم کشی نکنیم، باید در دنیا زندگی های خوب کنیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.